من این رو اعلان می کنم و از همه سازمان ها، ارگان های مدنی، همه گروه ها و تجمعاتی که هستند در سوشل میدیا در داخل بیرون تاجیکستان، این را همگانی بکنید. روز جمعه آینده رو در تاجیکستان روز حجاب نام بگذاریم. روز جمعه آینده، امروز جمعه است، جمعه آینده رو در تاجیکستان روز حجاب نامگذاری بکنیم و همه خواهران ما، زنان تاجیک، همه با حجاب کامل به خیابان ها بیان. همه ملت، همه پر کنید کوچه ها رو، خیابان ها رو. یعنی به اندازه این تجمعات شما وسیع باشد که حکومت چند تا رو میخواد ببره، 1، 2 تا، 3 تا، و مردان با غیرت تاجیک هم در کنار مادرانتان، خواهرانتان، همسرانتان خارج شوید و به کسی اجازه ندهید که با آنها دسترازی بکنن. جمعه آینده از صبح یا بعد از نماز جمعه همه تاجیکستان، در همه شهرها، در همه ولایات، همه زنها با حجاب و آن زنهایی که حتی حجاب هم نمی کنند و به حجاب اعتقاد هم ندارن، اگر شرف دارن، وجدان دارن، انسانیت دارن، اونا هم حجاب بپوشند، در کنار خواهران با حجابشان خارج شوند، تا این حکومت بداند که با ظلم، با ستم نمیتواند که خواسته های خود را با مردم بقبولاند.